آهنگ بعدی که با هم میخوایم تمرین کنیم آهنگ المنة لله در قالب میزان 6/8 هست. میزان 6/8 میزانی ترکیبی محسوب میشه. میزانهای ترکیبی تفاوتشون با میزانهای ساده فقط در تقسیم بندی نوت هاست. میزانهای ساده تقسیم بندی های 2، 4، 8 دارن و به همین ترتیب، و میزانهای ترکیبی تقسیم بندی نوتی 3، 6 و 12 و به همین ترتیب دارن. تفاوت لحنی که ایجاد میشه بین میزانهای ساده و میزانهای ترکیبی واسه ما مهمه. توی این آهنگ حواستون باید به سر ضرب مهم آهنگ باشه و این که بدونید 6 ضربتون 6 تا نوت چنگ رو قراره طی بکنه و دوباره به سر ضرب 1 برسه. سرعت یه مقداری از میزان 6/4 بالاتره، ولی باز هم با جمله ثابت شروع میکنیم، با سر ضرب پیدا کردن شروع میکنیم و با شمردن. المنة لله که داره میکرد باز، المنة لله که داره میکرد باز، زنگو که